این جمله جالب رو در کشکول شیخ بهایی دیدم که سگ پرسه زن بهتر از شیر خوابیده است. حالا این جمله رو فعلا بذاریم کنار و اجازه بدید وارد یکی از کهن‌ترین داستان‌های ادب پارسی بشیم. مناظره بین بز و درخت خرما. در این افسانه به جا مانده از ایران باستان که مربوط به دوره اشکانیان میشه، مکالمه پرتنشی بین یک بز و درخت خرما شکل میگیره. در ابتدا درخت خرما رو به بزی که در کنارش ایستاده میگه ببین من از تو خیلی برتر و والاترم. یه نگاهی به داشته ها و فواید من بنداز. خرمای تازه منو که پادشاه و مردم میخورن. از چوب منم که کشتی میسازن. با شاخ و برگ من میشه جارو درست کرد. ضمناً میدونستی اون تنابی که به گردنت انداختن یا حتی اون چوبی که چوپان باهاش تو سرت میزنه از درخت خرما ساخته شده؟ تازه به جز اینا در آفتاب سوزان سایه خوبی دارم، برای پرنده ها آشیونه میشم و اگه آدم ها اذیتم نکنن همیشه سبز و سرزنده سر پا میمونم. بز در جواب درخت خرما گفت که من نباید اصلا با تو حرف بزنم و جواب تو بدم، ولی همینو بدون که از داشته ها و فراورده های من حسابی غافلی. مردم از شیر من بهره ها میبرن و ازش پنیر و ماست و دوغ و کشک درست میکنن. از چرم بز میشه کمربند و جامه های فاخر ساخت. کیسه و خورجین هم میشه از پوست من تهیه کرد. سفره های مهمانی با گوشت من آراسته میشه و بهای من در بازار بیشتر از بهای خرمای توست. در ادامه یه نکته مهمی رو میشنویم که باعث ساکت شدن درخت خرما و به عبارتی پیروزی بز در مناظره میشه. در انتها بز به درخت خرما میگه همه این منافع و فواید به کنار. اصلا میدونی چیه؟ من میتونم در کوه و دشت حرکت کنم و در پی گیاهان خوشرنگ و بو و چشمه های زلال آب بگردم. اما تو همچون یک میخ بر زمین کوبیده شده هستی که هیچ حرکت و پویایی نداره و نمیتونه تغییر ایجاد کنه. با گفتن این نکته درخت خرما سرافکنده و خاموش بر جای ماند و بز پیروز و سربلند از آنجا رفت. حالا اگه در انتهای داستان بز و درخت خرما به اون جمله ابتدایی از کشکول شیخ بهایی برگردیم، خیلی بهتر میشه درک کرد که چرا سگ پرسه زن بهتر از شیر خوابیده است.